شعار امریکا. تصاویر تازه و بدور از تصور لطیفه عزیزی در امریکا و فیلم‌های کاملا برهنه لطیفه عزیزی که این روزها سر و صداهای فراوانی را در صفحات مجازی برپا کرده است. لطیفه عزیزی در کشور امریکا مصروف چی کار باری است؟ دلیل دوری لطیفه عزیزی از هنر آوازخوانی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. لطیفه عزیزی هنرمند مشهور، محبوب و ناماشنای افغانستان در سن نوجوانی با آنکه آشنایی با هنر موسیقی و آلات موسیقی نداشت و یک بارگی خواست در برنامه ستاره افغان اشتراک کند و با شانس خوبی که داشت توانست دل داوران این برنامه را به دست بیاورد. لطیفه عزیزی توانست در برنامه ستاره افغان را پیدا کند و اولین دختر خانمی بود که توانست مقام سوم را در آن زمان از آن خود کند. لطیفه عزیزی کارهای هنریش بعد از ختم پروسه ستاره افغان ادامه داشت و آهنگهای دوگانه‌اش مورد حمایت و تشویق فراوان قرار گرفت. لطیفه عزیزی بعد از تغییر رژیم حاکم در کشور با یک برادرش به کشور امریکا رفته است. وی بعد از رفتنش به کشور امریکا کاملا از راه هنر آوازخوانی دوری گزیده است و نمیخواهد دیگر آهنگ نشر کند. لطیفه عزیزی در کشور امریکا برای چندین برند امریکایی مدلینگ می کند و افتخاری را کسب کرده است که توانسته برای بزرگترین کمپانی های امریکایی مدلینگ کند. لطیفه عزیزی کاملا لباسهای بدور از تصور دوستداران و علاقمندانش برتر کرده است و گاهگاهی در صفحه تیک تاکش لایف می آید و بیان می کند من شوشار امریکا هستم، ولی من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمام جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی همیشگی من است. تا درودی دیگر، بدرود.